با سلام. خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن از داغ بودن کف پاشون شاکی‌اند. مهمترین نکته‌ای که توی این بیماران باید حتما توجه داشته باشیم این هست که ممکنه مشکلات عصب‌های کف پا پیدا کرده باشن. چی ممکنه باعث این شده باشه؟ تنگی کانال نخاعی یا مشکلات دیسک بین مهره‌ای ممکنه داشته باشن یا به هر صورت عصب‌های پاشون درگیر شده باشه. اما یکی از عوارضی که میتونه به دنبال نارسایی‌های وریدی و واریس ایجاد بشه هم همین موضوع هست. یعنی اگر که نارسایی‌های وریدی داشته باشین، واریس‌های بزرگ داشته باشین، میتونه باعث بروز داغ شدن و گرمی کف پا بشه که با درمان در واقع نارسایی وریدی و واریس میتونه به بهبودی کامل دست پیدا کنه. موفق